از اسرائیل پرسیدند آیا تا به حال گریه کردی زمانی که جان بنی آدمی رو میگرفتی؟ اسرائیل جواب داد یک بار خندیدم، یک بار گریه کردم و یک بارم ترسیدم. خندم زمانی بود که به من فرمان داده شد جان مردی را بگیرم. او را در کنار کفاشی یافتم که به کفاش میگفت کفشم را طوری بدوز که 1 سال دوام بیاورد. به حالش خندیدم و جانش را گرفتم. گریم زمانی بود که به من دستور داده شد جان زنی را بگیرم. او را در بیابانی گرم و بی درخت و بی آب یافتم که در حال زایمان بود. منتظر ماندم تا نوزادش به دنیا بیاید، سپس جانش را گرفتم. دلم به حال آن نوزاد بی سرپناه در آن بیابان گرم سوخت و گریه کردم. ترسم زمانی بود که خداوند به من امر کرد که جان فقیه را بگیرم. نوری از اتاقش می آمد. هرچه نزدیکتر می شدم نور بیشتر می شد و زمانی که جانش را گرفتم از درخشش چهرهش وحشت زده شدم. در این هنگام خداوند فرمود میدانی آن عالم نورانی کیست؟ او همان نوزادی است که جان مادرش را گرفتی. من مسئولیت حمایتش را عهده‌دار بودم. هرگز گمان مکن که با وجود من موجودی در جهان بی سرپناه خواهد بود. اگر این پست دوست داشتی اونو لایک کن.